امنیت یکی از اولین وعده‌هایی بود که پس از تغییر قدرت در افغانستان مطرح شد و برای مدتی بسیاری از شهروندان کاهش جرایم خیابانی را تجربه کردند. اما حالا روایت‌های تازه‌ای در حال شکل گیری است. بر اساس اظهارات نظر محمد مطمئن، در یک هفته گذشته در یک کوچه از منطقه دارالامان کابل از 3 خانه سرقت شده است. این فقط یک روایت نیست، بلکه بخشی از یک تصویر گسترده تر است که از ولایت‌های مختلف گزارش می شود. شهروندان از افزایش سرقت مسلحانه شکایت دارند، از کابل تا فاریاب، از بغلان تا دیگر نقاط کشور. سرقت موبایل، پول نقد، موتر و حتی لوازم خانه. اما آنچه این وضعیت را پیچیده تر می کند فقط افزایش سرقت نیست، بلکه نوع آن است. در برخی گزارش ها گفته می شود که سارقان با لباس و ظاهری شبیه به نیروهای طالبان دست به سرقت می زنند. اگر این ادعاها درست باشد، مسئله فقط جرم نیست، بلکه اختلال در تشخیص امنیت است. زیرا وقتی شهروندان نتوانند میان نیروهای رسمی و فرد مسلح غیرقانونی تفاوت قائل شوند، اعتماد به سرعت فرسوده می شود. در یکی از ویدیوهای منتشر شده، لحظه سرقت مسلحانه از یک طلافروشی در ولایت فاریاب دیده می شود. افراد مسلح با یونیفرم نظامی و سلاح وارد محل می شوند. در رویدادی دیگر گزارش شده که در بغلان افراد مسلح به خانه یک بزرگ قومی حمله کرده و میلیون‌ها افغانی و طلا را سرقت می‌کنند. این رویدادها در کنار هم یک الگو را نشان می‌دهد: افزایش جرایم سازمان یافته‌تر و مسلحانه‌تر. در تحلیل این وضعیت چند عامل می‌تواند نقش داشته باشد. اول، شرایط اقتصادی. فشارهای معیشتی در بسیاری موارد با افزایش جرایم خرد و کلان همراه است. دوم، نظارت امنیتی. آیا ساختارهای کنترلی به اندازه کافی گسترده و مؤثر هستند؟ سوم، سوء استفاده از نمادها. استفاده از لباس نظامی یا شبه به آن می تواند ابزار نفوذ و فریب باشد. اما فراتر از این عامل، یک مسئله مهمتر وجود دارد: احساس امنیت. در بسیاری از موارد آنچه زندگی روزمره را تحت تاثیر قرار می دهد نه فقط آمار جرایم، بلکه برداشت مردم از امنیت است. اگر این برداشت ها آسیب ببینند، حتی رویدادهای محدود هم می تواند به نگرانی گسترده تبدیل شود. در این میان واکنش نهادهای مسئول نیز اهمیت دارد. آیا این گزارش ها بررسی می شوند؟ آیا اقدامات پیشگیرانه افزایش می یابد؟ و آیا اطلاعات شفاف در اختیار مردم قرار می گیرد؟ اینها عواملی است که می تواند روند را تغییر دهد. در نهایت، امنیت فقط به معنای نبود جنگ نیست، بلکه به معنای آرامش در زندگی روزمره است، در کوچه ها، در خانه و در ساده ترین تعاملات. و شاید پرسش اصلی این باشد: وقتی شهروند در برابر یک فرد مسلح نتواند تشخیص دهد که با قانون روبرو است یا با جرم، امنیت دقیقاً در کجا قرار دارد؟ این تریبون سوم بود. روایت‌های فراتر از خبر.